بچه اگه بهتون بگم تو انیمیشن فروزن 3 قراره یکی از بزرگترین اتفاقات تاریخ آرندل رقم بخوره باور میکنین؟ یه عروسی سلطنتی باشکوه، یه عضو مرموز جدید تو خانواده پادشاهی و یه ماجراجویی جادویی تازه با حضور آنا و السا. بچه‌ها این همون چیزیه که همه طرفدارا سالها منتظرش بودن. پس تا آخر ویدیو با ما باشین چون قراره غافلگیر بشین. به تازگی خلاصه داستان رسمی انیمیشن فروزن 3 منتشر شده و همه طرفدارای دیزنی را شوکه کرده. طبق گزارش کامینگ سون، ماجرا از یه عروسی سلطنتی بزرگ تو آرندل شروع میشه. ملکه آنا وارد راهروی مراسم میشه و در کنار خواهرش السا پا به ماجراجویی جادویی جدیدی میذاره. سفری پر از چالش‌های ناشناخته و رازهای تازه. اما نکته مهم اینجاست که خانواده سلطنتی قرار خیلی زود از یه عضو مرموز جدید استقبال کنه، کسی که میتونه همه چیز رو تغییر بده. کارگردانی این قسمت مثل همیشه بر عهده جنیفر لی خواهد بود و این بار خبر خوب برای طرفدارای انیمیشن اینه که تیم صداپیشگی اصلی هم برمیگردن. کریستین بل، آیدینا منزل، جاناتان گروف و جاش گد دوباره به شخصیت‌های محبوب جون میدن. پرسش بزرگ اما اینجاست: آیا فروزن 3 میتونه ما رو با دنیای تازه‌ای از جادو، موسیقی و رازهای سلطنتی غافلگیر کنه؟ یا اینکه با ورود عضو ناشناس و مرموز سرنوشت آرندل برای همیشه تغییر میکنه؟ از سال 2013 که فروزن 1 اومد و ما برای اولین بار با آنا و السا آشنا شدیم تا 2019 با فروزن 2 و داستان پیشینی خانوادگیشون، این دنیای جادویی هر بار گسترده تر شده. حالا هم فروزن 3 میخواد همین راه رو ادامه بده و ما رو به قلب جنگل افسون شده و رازهای تازه ببره. تاریخ اکرانش هم مشخصه: 24 نوامبر 2027، یعنی 3 آذر سال 1406. آماده بشین چون قراره دوباره جادوی یخ و موسیقی کل دنیا رو تسخیر کنه. خب رفقا، انیمیشن فروزن 3 قراره یکی از بزرگترین برگشت‌های تاریخ انیمیشن باشه، با یه عروسی سلطنتی، یه عضو مرموز و یه ماجراجویی پر از جادو. حالا سوال اصلی اینه: فکر میکنین اون عضو مرموز جدید کیه و چه نقشی تو داستان داره؟ نظرتون رو حتما تو کامنت ها واسمون بنویسین. مواظب خودتون هم باشین. تا ویدیو بعدی، فعلا بدرود.